سلام، خیلی خوش اومدید به یوتیوب چنل من. لطفا منو سابسکرایب کنید، لایک کنید و برای من کامنت بذارید تا بتونیم توی این مسیر همراه هم باشیم، انرژیامون رو تبادل بکنیم. دوستان عزیز، من میخوام برای شما فال ماهانه بگیرم، طالع‌بینی ماهانه داشته باشیم به همراه تاروت برای تمامی ماه‌ها، برای تمامی فصل‌ها و تمامی دوستان عزیزم، دوستان عزیز تیر ماهی. دوستان خرداد ماهی، خیلی ممنونم که همراه من بودید. خواهیم بریم سراغ تیر ماهی‌های عزیزمون، ببینیم برای تیر ماهی‌های عزیزمون چی افتاده. برای این ماه لطفا نیت کنید در دلتون و با من در یک مدار و یک راستا باشید. من جای شما دارم نیت میکنم چون به هر حال کارت دست منه و انرژی من خیلی نیازه. دوستان عزیز تیر ماهی، این ماه براتون خیلی عجیب افتاده. دوستان عزیز تیر ماهی، من میتونم بگم این ماه یک انقلاب تجربه میکنید. لطفا از افرادی که متولد مرداد ماه هستن یک مقدار دوری بکنید و وارد بحث و مشاجره قرار نگیرید باهاشون. دوستان عزیز تیر ماهی، یک مسائل دادگاهی براتون میبینم که شما در یک انگار که سردرگم هستید، انگار هی دادگاه برقرار میشه ولی شما به نتیجه نمیرسید و جواب اصلی رو دریافت نمیکنید. انگار به تعویق میفته، هی برگزار میشه، هی به تعویق میفته. فکر میکنم این دادگاه در مورد مسائل طلاق باشه، جدایی باشه. دوستان عزیزی که دوست دارن جدا بشن، من جدایشون رو در این ماه میبینم. من در این ماه حتی اقداماتی در خصوص جدایی و طلاقشون رو دارم میبینم. براشون هم خوب افتاده چون این خواسته قلبی خودشون هست و خودشون میخوان این کار انجام بدن. به هر حال ما تمامی افراد میدونیم که طلاق میتونه یک تولد دوباره باشه، میتونه کمک باشه، میتونه نجات دهنده باشه و میتونه بهترین اتفاق باشه حتی برای یک فرد. من براتون خوب میبینم، احساساتم باور دارم. دوستان عزیز تیر ماهی که قصد مهاجرت دارید، مهاجرت براتون افتاده، به همراه ناراحتی افتاده این مهاجرت، انگار که مهاجرت دوم باشه. کمی تأمل کنید، کمی صبر بکنید و اجازه بدید زندگی به یک سمت دیگه بره و بعد مهاجرت بکنید. عجول نباشید توی زمینه مهاجرت، یه مقدار صبر بکنید. خیلی ممنونم که همراه من بودید. من خیلی هیجان دارم که واقعا تونستم برای شما طالع‌بینی و پیشگویی ماهانه‌تون رو داشته باشم، بتونم کمکتون کرده باشم. خیلی حس خوبیه. امیدوارم که این احساسات خوب به زندگی شما هم برگرده. خودتون میدونید من چقدر به لایک شما، به نظرات شما، به سابسکرایب کردن شما نیاز دارم. خواهش میکنم من سابسکرایب کنید تا من بدونم که شما دوست دارید و من بتونم بیشتر فعالیت بکنم. مطمئنا وقتی بدونم نظر شما این هست که من ادامه بدم و بدونم که شما همراه منید و من حمایت میکنید، خب من خیلی بیشتر فعالیت میکنم و سعی میکنم توی هر زمینه‌ای برای شما طالع‌بینی و پیشگویی داشته باشم تا بتونم کمکتون بکنم. خیلی ممنونم که امروز همراه من بودید. بدونید که من بسیار دوستتون دارم. امیدوارم ماه خیلی قشنگی رو پیش رو داشته باشید و از خداوند بزرگ و منان میخوام که هر چیزی که لایقش هستین و دوست دارید داشته باشید و خداوند این ماه به شما عطا بکنه و در مسیر عشق و محبت جاری باشید. ماه خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.